علاقه بخوری انجام دادن اون با پیروزی دسته دوشنبه 8 انجام یافته است، اما بعد به دست آمدن بازی کوکتوش دیگر شده است و همه گمان می‌کنم که امروز هم باید از هم جدا می‌شود. یعنی کوکتوش 19 امتیاز و دوشنبه 83 14 امتیاز دارند و بازی هم شروع شد. صاحبان میدان با پیراهن‌های سفید با بازی شروع میکنند. فوتبالبازان دسته کوکتوش نمیتونند که هجومی اهلانه که یک گرفهمی‌اش را نشان دهد در این واخوری منظوری بینندگان کنند و به نتیجه نویل شوند. اما اولو اگلی جونز است. اگلی جونز در نزدش پرینس ارتور و توپ در نزد پایشون نگاه داشته می شود. باز یویس نویا و اینجا بسیار عالی بازی میکنند. این توپ وارد دروازه شد یا نه چی میگه داور؟ بله، حساب در این واخوری دوستان گرامی کشوده شد. ببینید بار دیگر ببینیم. نه، این علاقه توپ پرتافته شده است که اولو زده شد و این ضربه بسیار هم عالی بود. بعدی با تیری دروازه زدن با داخل دروازه از جانب کوکتوش به اجرا میرسد. تلیریو گروه ضربه زد. قرای با یک جست زیبایی توپ رو از نزد دروازه‌اش دور می‌سازد، اما باز مبکه باز یک پرتافت دیگر. چند 4 نفر بازیکنان دسته دوشنبه بابت کوکتوش در اینجا هستند و در وضعیت خولمرود نظروف حساب رو برابر میکنه. میمونون یک گل در دروازه خوری. حالا بار دیگر میبینیم بسیار هم مبکه توپی خوب پرتافت و این خطاکاری ها بود که در میدان نزد دروازه. حالا ببینید بار دیگر خوب میرسند به حکمت الله رسولوف. باز یک حالت دیگری گلزنی برای فوتبالبازان دسته کوکتوش اینجا برباد میرود و محمد جان حبیب‌الله هم در شگفت است که چرا این گونه حالت‌های به وجود آمده رو استفاده نمیبرند و از اون استفاده برده حساب رو برابر نمود. خب قسم دوم هم دوستان گرامی شروع شد. دیگر حالت‌ها خیلی خوبه. خوب، حالا باز یک گل دیگر رو می‌بینیم. بله دوستان گرامی، بکه سیابچو گل نوبتی خود رو با دروازه دسته دوشنبه 83 میزند. شاید در مرحله دوم باشد. حالا ببینید این بازیگر با دسته کوکتوش آمد و فهمش بازیگران به او خیلی خوب است. یعنی او را می‌آورند در حالت دیواری محافظ اینجا بر جای است و ضربه و کیسا برابر 2-2. اولین گلش را در از دسته دوشنبه 83 محافظتگر اعظم مرادوف به ثمر می‌رساند. دقیقه 69 واخوری. یک بار دیگر روی چخل با زیبایی توپ با دیواری محافظ برخورد و سمتش رو دیگر کرد. البته برای دروازه‌بان اینجا مانع ایجاد شد. پرتاب دیگر رو انجام داد و اینجا به توپ نمیرسند. خوب دیگر فکر میکنم که تمام بله وقتی بازی با انجام رسید. واخوری باید دسته‌های کوکتوش و دوشنبه 83 در دور 13 چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. از بازی دور 13 با شرکت کوکتوش و دوشنبه 83 به انجام رسونیم. خیر تا بازدید تا گزارش‌های نوبتی در تلویزیونی ورزش.